کریستیانو بود. کریستیانو رونالدو از همون بچگی توپ رو به هر چیز دیگه‌ای ترجیح میداد. شب‌ها با توپش میخوابید و روزها توی خیابونای مادیرا با بچه‌های محل فوتبال بازی میکرد. اما زندگی همیشه روی خوشش رو به کریس نشون نمیداد. پدرش یک کارگر ساده بود و مادرش هم ماریا با اینکه شرایط مالی سختی داشتن اما همیشه اصلی ترین حامی کریس بود. توی 12 سالگی خانواده‌اش تصمیم گرفتن که کریس رو به لیسبون بفرستن تا توی آکادمی اسپورتینگ آموزش ببینه. در اون روزها کریستیانو روز و شب برای رسیدن به رویاش تمرین میکرد. حتی در 15 سالگی با یه مشکل قلبی هم روبرو شد. دکترها بهش گفتن که شاید نتونه دیگه فوتبال بازی کنه. اما کریستیانو با اراده قوی تر از همیشه برگشت. کمی بعد از اون باشگاه منچستر یونایتد به سراغش اومد. یه بازی دوستانه کافی بود تا استعداد بی‌نظیرش سر الکس فرگوسن رو متقاعد کنه که این پسر باید به تیمش بیاد. توی 18 سالگی کریس به منچستر پیوست و خیلی زود همه دنیا فهمیدن که با یه پدیده طرف هستن. اما این فقط شروع ماجرا بود. توی منچستر با پشت کار و تلاش بی‌پایان کریس قهرمانی‌ها و دستاوردهای بزرگی رو تجربه کرد. اما در همین دوران اون با یکی از سخت‌ترین لحظات زندگیش هم روبرو میشه. مرگ پدرش در سال 2005 ضربه سنگینی رو بهش وارد میکنه. ولی کریس تصمیم گرفت که با تمام وجود بجنگه و یاد پدرش رو با موفقیت‌های بیشتر زنده نگه داره که مهمترینش توی سال 2008 اتفاق میفته. جایی که اون با کمک هم‌تیمیاش وین رونی و پل اسکولز تونستن قهرمان اروپا و انگلیس بشن و در نهایت اون سال اولین توپ طلای خودش رو به دست آورد. اینجا بود که کریس متوجه شد زمان یه ماجراجویی جدید فرا رسیده. پیشنهاد مادرید و آقای پرز کریس رو وادار کرد تا به مادرید بره. در مادرید با درخشش فوق‌العاده‌اش و به ثمر رسوندن 451 گل، 4 قهرمانی اروپا و 4 توپ طلای دیگه تبدیل به اسطوره کهکشانیا شد. اما قطعا زندگی فقط فوتبال نبود. در همین دوران کریس بعد از رابطه ناموفقش با مدل جذاب ایرینا شیک با عشق واقعی زندگیش یعنی جورجینا رودریگز آشنا میشه. جورجینا نه تنها در کنار کریس بود بلکه نقش مهمی در ایجاد و حمایت از خانواده‌اش داشت. حالا کریس پدر 5 فرزنده و عاشق خانواده‌شه. اما بعد از دوران طلایی در مادرید به یوونتوس پیوست. اونجا هم تونست سری آ رو فتح کنه و نشون داد که هر جا بره همیشه برنده است. بعد از چند سال در سال 2021 دوباره به منچستر یونایتد برگشت، اما این بار به شیرینی بار اول نبود و با چالش‌های هم روبرو شد و رونالدو تصمیم گرفت که مسیر جدید رو دنبال کنه. النصر عربستان. هرچند این بار در لیگی متفاوت بازی می‌کرد ولی باز هم نشون داد که سن فقط یه عدده. رونالدو همچنان به فتح رکوردها ادامه میده و نشون میده که حتی در سالهای پایانی حرفش هم میتونه درخششی غیر قابل تصور داشته باشه. این داستان کریستیانو رونالدو بود. پسری که از کوچه‌های باریک و فقیر مادیرا تا بالاترین قله‌های فوتبال دنیا راهی رو رفت که برای خیلی‌ها حتی تصورش هم غیر ممکنه. ولی اون فقط یه ستاره فوتبال نیست. نه، اون نماد تلاش، سخت‌کوشی و شخصیتیه که هرگز